اینجا که داری میبینی هلند کازینوه، 40 ساله داره به فعالیتش ادامه میده و سال 2006 تأسیس شده. کازینوها یکی از جاذبه‌های گردشگری توی هلند حساب میشن. حقیقت تلخی که وجود داره 90 تا 95% افرادی که میرن اینجا پول میذارن و قمار میکنن میبازن و فقط 5 و در خوشبینانه ترین حالت ممکن 10% اونها برنده میشن. علاقه‌مند بیایید پولاتون رو بدید به من خودم بهتون میگم باختید و هر وقت پول نیاز داشتین بیای بهتون میدم دیگه، چه کاریه. ببین شاید باورت نشه ولی توی این کازینوها نور و صدا و هوای سالن جوری تهویه شده که تو به بازیت ادامه بدی و بیشتر پول ببازی و اونا رو پولدارتر کنی. حالا جالبه که بدونین اولین عددی که توی این کازینو برنده شد عدد 7 بود و به عنوان عدد شانس شناخته شد. از اونجایی که این کازینوها برای دولت هلند هستش، پس همه سود و پولی که این کازینوها در میاره میره توی جیب دولت هلند. سالانه 600,000 نفر به این کازینوها سر میزنن، چرا که یه مکان گردشگری حساب میشه و 40% اون افراد از آلمان میرن، چون آلمان به هلند خیلی نزدیکه و هم‌مرز هستن. بگو ببینم اهل کازینو هستی یا نه؟ فکر میکنی اگه بری کازینو بازی کنی میبری یا میبازی؟ برام بنویس.